سلام مجدد دوستان، من ابوالفضل مرادی هستم از مجموعه آموزشی لرنوفن. توی این دوره که قسمت اولش ما هستیم قراره با هم دیگه الگوریتم رو شروع بکنیم. خب دوستان عزیز، الگوریتم رو واژه‌شو میشنوید یا فلوچارت رو واژه‌شو میشنوید، چیز سختی نیست، چیز سنگینی نیست. ما میتونیم یاد بگیریم. شماها بچه خیلی باهوشتر از این حرفایید که مثلا بعضیا میگن که الگوریتم سخته، شما هم به خودتون اینو بقبولونید که آره واقعا سخته، من نمیتونم. یعنی شما خیلی راحت تر میتونید یاد بگیرید، چیز سختی نیستش. و ما این الگوریتمی که بچه‌ها قراره یاد بدیم الگوریتم و فلوچارتی هستش که مختص برنامه نویسیه. حالا بعضی از الگوریتم و فلوچارت هستش مختص یه سری کارهای خاص دیگه، من اونا رو نمیخوام یاد بگم. قراره توی برنامه نویسی الگوریتم و فلوچارت رو یاد بگیریم. و واسه کسی که قراره برنامه نویس بشه بچه، من تو قسمت قبل گفتم این خیلی 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 واجبه که اینو یاد بگیره. خب دوستان عزیز، الگوریتم چیست؟ خب ببینید بچه‌ها، ما قبل از اینکه یک کاری رو شروع بکنیم، یک داستانی رو شروع بکنیم، باید به مفهوم الگوریتم برسیم. مفهوم الگوریتم روی کتاب چیه؟ الگوریتم چیست؟ الگوریتم مجموعه دقیقی از دستورالعمل‌ها هستش بچه‌ها که در نهایت برای حل یک مشکل یا تکمیل یک کار ما انجامش میدیم. واضح‌تر من بخوام بهتون بگم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، باید از الگوریتم استفاده کنیم. حالا از اون بگذریم بچه‌ها، خب من براتون مثالش رو جلوتر میذارم. ما توی زندگی روزمره‌مون داریم از الگوریتم استفاده میکنیم. یعنی یک مثال واضح بخوام بزنم، شما حساب کنید یه تلفن همراه تو دستتون هستش. این تلفن همراه شروع میکنه به زنگ خوردن. خب برای اینکه این تلفن توی جیبتونه، برای اینکه اینو جواب بدید، خب این تلفن رو جواب بدید، داره زنگ میخوره بچه‌ها، ما باید چیکار بکنیم توی جیبه؟ باید یه الگوریتم، یه دستورالعمل رو دنبال بکنیم. یک، ما باید از جیبمون در بیاریم. دو، مثلا دکمه سبز رو بزنیم که حالا میشه جواب دادن رو بزنیم که تا بتونیم صحبت بکنیم. اوکی، این خودش یه الگوریتم جواب دادن تلفن مثلا. اوکی، یا مثلا شما داری یه غذایی درست میکنی. خب یه غذایی که میخوای درست بکنی باید یه دستورالعمل دنبال کنی. مثلا اگه میخوای یه قرمه سبزی درست کنی، اول نخود بریزی، بعد پیاز بریزی، بعد گوشت بریزی. نمیشه گوشت رو بریزی نخود نریزی، نخود بریزی پیاز نریزی، یا مثلا اول گوشت رو بریزی. خب اول باید پیازتو به قول معروف سرخ بکنی. اوکی، این از این مورد. حالا بریم سراغ اسلاید بعدی که بیشتر آشنا بشیم. دوستان عزیز، من اینجا یه مثال میزنم، توی کل دوره بهتر آشنا میشیم و بیشتر آشنا میشیم. خب ما وقتی یک دستورالعمل رو دنبال میکنیم، مثلا دستورالعمل پختن غذا بچه‌ها، این یه الگوریتم، همون دستورالعمل میشه همون الگوریتم، یه الگوریتم رو دنبال میکنیم. ما در اصل داریم چیکار میکنیم؟ ما در اصل داریم تلاش میکنیم بچه‌ها که یه غذا درست کنیم. اوکی، یه غذا میخوایم ما درست بکنیم. خب حالا ما اگه قراره یه غذا درست بکنیم، دستورالعمل‌ها یک روش گام به گام است که برای موفقیت آمیز بودن دستورالعمل شما باید دنبال شود. حالا من اینو کتابیشو گفتم، واضح بخوام بگم که هممون متوجه بشیم، باید چی بگم؟ باید بگیریم دستورالعمل‌ها یک روش گام به گام است. یعنی چی؟ یعنی مرحله به مرحله هستش برای موفقیت آمیز بودن یک دستور، یک کار. حالا واضح‌تر مثال تصویری من بخوام بزنم، آقا کتابی‌ها رو همیشه ول کنید. خب مثال واضح‌تر بخوام بزنم، ما قراره کیک پای سیب درست کنیم، اگه اشتباه نکنم اسمش پای سیب باشه. خب بچه‌ها، اولین مرحله اینه که سیب‌ها رو ما بریزیم داخل این خمیره. اوکی، اولین مرحلهش اینه. شما نمیتونید اول یه خمیری رو درست بکنی، خب نمیدونم بذاری پخته بشه، بعد بیای سیبو بهش اضافه بکنی. اوکی، پس باید مرحله به مرحله دنبال کنی. یعنی اول سیبو بریزی. اوکی، اول این سیبو بریزی، دوم بریزی توی قالب، سوم بریزی توی، حالا بذاری توی اون فرد. خب نمیشه اول بذاری توی فر این خمیره درست بشه، بعد بیای این پای سیبو بهش اضافه، این سیبا رو بهش اضافه کنه. بچه در نهایت اگر شما مرحله دوم رو اول انجام بدید، یعنی اینکه اول بیاید بذارید توی فر بعد سیبو بهش اضافه کنید، کیک دارید، اما کیک خوشمزه ندارید. خب پس ما اینجا در اینو میفهمیم که باید مرحله به مرحله طبق مراحلش انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه بچه قرار راه بره، اول چجوری بچه میخزه،
دوم چیکار میکنه؟ 4 دست و پا میره. سوم دستشو میگیره روی دیوار تاتی تاتی میکنه. چهارم قدم ور داره میره. شما یه بچه در نهایت قرار راه بره، بیا از همون روز اولی که بچه مثلا تو 6 ماهگی قرار مثلا 4 دست و پا بره یا تو 1 سالگی قرار راه بره، از توی 6 ماهگی اینو مثلا سر پا بگیر، دستشو بذار به دیوار، بگو راه برو، خب اون بچه میفته دیگه. باید مرحله به مرحله بره، اول بخزه، بعد 4 دست و پا بره، بعد دستشو بگیره به دیوار و در نهایت هم راه بره اگه هدف راه رفتن است. و این میشه الگوریتم راه رفتن یه بچه که باید مرحله به مرحله انجام بشه. مورد بعدی، آقا الگوریتم خب یک سری مراحل داره. خب همین چیزی که من گفتم، شما حساب کنید رفتید مدرسه، اومدید یک پیراهن پوشیدید، یک پیراهن دارید اینجا به قول معروف، خب روی این پیراهنتون یک پلیوری هم پوشیدید که مثلا سردتون نشه، یعنی ژاکت پوشیدید که سردتون نشه. اوکی، خب واسه این که حالا هم مدرسه اومدید میخواید لباستون رو در بیارید، الگوریتم اینو من چجوری تو ذهنم محاسبه میکنم؟ میگم آقا اگه من قرار لباسم رو در نهایت در بیارم، اول باید چیکار کنم بچه؟ این ژاکت رو در بیارم. نمیتونم همه رو با هم در بیارم، همه رو با هم اینجوری بگیرم بخوام از تنم در بیارم، خب اذیت میشم. شاید بشه در آورد. وقتی خب راه ساده تری هستش چرا آدم خوش اذیت بکنه؟ یا اگه قرار مثلا جورابمو در بیارم، خب اول باید کفشمو در بیارم. بچه کفش و جورابو با هم که نمیتونم در بیارم، بگم میخوام هر دوتا رو با هم در بیارم. اوکی شدن شاید بعد الان تو ذهنت بگه که آره میشه. آقا میشه اما سخت‌تر، اذیتت میکنه. پس الگوریتم مراحلش خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه که چجوری رعایتش بکنم و توی آینده ما راجع به الگوریتم با هم دیگه صحبت میکنیم. خب آقا مفهوم الگوریتم گفتی یا ابوالفضل خان، مفهوم فلوچارت هم بگو. ببینید بچه‌ها، ما مثلا برای درست کردن همون کیکی که من مثال زدم، اول مثلا سیبو من بریزم اینجا، دوم مثلا خمیر رو بریزم، این مداد این خراب شده این شکلی داره میشه. حالا بگذاریم اول واسه درست کردن پای سیب اول سیب بریزم، دو خمیر، بعد بذارم توی فرن مثلا 3 مرحله. حالا بچه ما بخوایم اینو به همکارمون بفهمونیم، اینو به یک سازمان بفهمونیم، اینو به یک یه جوری خوشگل‌تر بکنیم، به جای اینکه اینجوری بنویسیم میام این مراحل رو، مرحله 1 و 2 رو به شکل‌های خاص تعریف می‌کنیم. خب که در نهایت چی بشه؟ که در نهایت زیباتر بشه و همه بهتر اینو متوجه بشن. به این کاری که این حالا مراحل الگوریتم به یه شکل تبدیل بکنیم، شکل‌های خاص تبدیل بکنیم، بهش میگن فلوچارت. اوکی بچه‌ها، در آینده با الگوریتم و فلوچارت ما بیشتر آشنا میشیم و بیشتر توضیح میدیم و بیشتر تمرین داریم. تا قسمت بعدی دوستان، خدا یار نگهدار شما.